بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. واقعا یک شهری خیلی زیبا و خصوصیات ویژگی داره. ما از خیلی چیزای آموختیم و در این حال مجلسی بود که خیلی مجلس پرشکوهی بود. این تقریبا نماینده خیلی کشورهای جا آمده بود و هر یک از اظهار نظر کردن و تقریبا میشه که یک روابط بین کشورها تقویه شود. 我们现在可以看到阿富汗参加的大国际论坛越来越多了，这对于阿富汗来说是一个什么样的机会？ از هر لحاظ، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ محیط زیستی در هر بخش میشه که مفید واقع شود. 可以给我们介绍一下现在你知道的中国和阿富汗的就是在各个领域的合作吗？ در طول تاریخ روابط افغانستان با چین در حالی که دو کشوری همسایه است تقریبا 95 تا 100 کیلومتر سرحد مشترک داره. همیشه روابط خوب بوده و هیچ وقت در مابین دو کشور جنجالای رخ نداده و در این حال هم در 20 سالی که افغانستان اشغال بود ما در حالت دفاع از وطنمان از ناموسمان بودیم. کشور چین یگانه کشوری بود که در همسایگی ما بود ولی به طرف خود حفظ کرد.